سلام خدمت دوستان گرامی. امروز دوشنبه 3/9/404. این 3-4 کیلو گوشت مرغ و گردن و چیزها را گرفتم آوردم برای این خوشگل خانم و چند تا سگ دیگه. با اینکه تعطیلی بوده ولی خب دلم طاقت نیاورد تو خونه. گفتم این بیچاره امروز گرسنه میمونه، 7-8 تا توله داره که شیر میخورن. گفتم امروز بیام سر ظهر یه غذا به اینا بدم و برگردم. اینم توله هاشن که اینجا افتادن رو قرقر. صداهاشو میشنی نوید؟ این اصلا اینا ای توله ها همه منتظر شیرن که این مامان خوشگل بهشون بده. چیه باشه چشم نمیذاره نزدیک توله هاش بشم. مادری رو واقعا باید از این حیونا یاد گرفت. چشم الان بهت میدم. بیا اینجا الان بهت میدم. خب دوستان خدا نگهدار تا ویدیو بعد که من غذای اینا رو بهشون بدم.